مونده نباشیم لالا شاگل. خوب خیریت جور بخیر. شتانیم چه بکن خیریت جور بخیر. خوبه راستی. تیاریم خیریت هم. الحمدلله می گلا گفتن که سو کنم. آه. اینا شما نه اینا گل کشتیم ها؟ گل کشتیم. خوبه. بگم مادر ما گفتم که برو پیش بچه کاکا خو. انا امشب شما خود زن بچه خو میمون مانه. بچه کاکا خود بعضاب نکنن دیگه خونه خود مانه که پاچیه دیگه. زنده باشه. این خاطر که ما دیگه میمون داریم. شاید 30-40 نفر میمون باشه. بچه کاکا جو خود بعضاب میکنن دیگه. زن بچه خودم بیاریم. مادر شما مگی بودم بیاریم. پیار شما مگی بودم بیاریم. باشه بچه کاکا جو دیگه خونه خود مانه باشه بخیر بیه. خوبه. خیلی بینه زمان امشبه. امشبه باش. ها امشبه بیایم به جامع. مافید چیزی داره؟ نه. میمونی داره؟ ها بیتا میمون کردیم نه. خشار میمون کرده. باشه چه کاکا جو میایم باشه چشم. خوبه. خداحافظ. خداحافظ شما جو خیلی بینه خداحافظ. زنده باش. خداحافظ. گلا را بگه بیام سو کن. سلام بچه خاله. و علیکم عباس جان اشتنی کاکا خوبی خیریه؟ سلام. خوبی بخیر سلامتی؟ سلامتی بخیر شیگه پای. شکر زنده باشین. خیرتیه؟ شکر جوکری دارین؟ همه جگاه همه جوکری میکنیم ما. خوبه دیگه. شیگه پای چی عجب اومدی یاد از ما گرفتی یاد خبر از ما گرفتی؟ هیچی خدا ما خونه بدون دیگه رزا که مشغول به درس دیگه بیکار بشی میاییم. خوب تو خوشحال هستی دیگه؟ شکر. بشین چند دقیقه. خب چیگه پای دیگه بچه خاله مینا خوب بودن اما شکر خوب بودن شما خوبین؟ الهی شکر سلامت باشی. زنده باشی. نه من بیاندم مدام ری کردن گفتن برو پیش به چی خاله خو. خب برای اینا بگو که امشب همه شو بیایم به سرام خاطر یک میمونی خوردی داریم. میمونی داری؟ بله امشب همه شما بیاین خاله مرام بیارین. بابا نیاز نبوده که ما میگفتین چی نیاز؟ غمی نداره یک میمونیه دیگه. چی گپه دیگه واسه اخو میشارونه؟ خیلی دیگه خاله من بیارن خوبه. خوبه سه. مزاحم شما نمیشه بچه خاله من میرن دیگه خاطر. بس سگ چای هم تیار کن. خیلی برن تشکر. شب با میبینیم. خدا برو کند به خدا خوش آمدی. الو سلام خوبی خانم تیا خوشحالی؟ شکر سلامت باش. سگو چه میگم امشب میمون خاله منم همین پیشتر عباس بیامد گفت اگه امشب ما میمونی داره من ما رم دعوت کردن دیگه امشب میمون از اونای خواهرتون آمدن مستکم شد خب اونام یک زنشوی هم میباریم اونا دیگه دیگه خونه خاله من هیچ گپی نیه دیگه بیگونه کنیه که بگم اولا خجالت میکشیم یه رقم بگو بخوار خوب هیچ گپی نیه اونا رو واجه خرم باز من میگم زنگ میزنم بریم که بیایم تو شب اینجا بیایم مادر من بیازو هسته دیگه چون بگفته بچه خاله من گفته که چیز دارم مادر خورم بیاری سهیه بیخی سهیه خب خدا
میگو چه کار میکنی تو؟ بله برو تو چه کار میکنی تو؟ بیا که ببارک بله من میارم برده که دوباره بده بیا دیگه میام بله اگه نری نشینی که اونو کم اومده میفهمی یا نه؟ نری نشینی که اونو کم اومده من گشنه میگم بارشون میجوشی روش گشنه دادم بیتری خاله تو چرا کم میامده دیگه او کم اومده دیگه من میرم میشیم کجا میری میشینی؟ برو پیش مادر خو بده برو دیگه سیه نده دیگه بابا مادر ما گفتن خلاص شده با خدا بگم خلاص شده بابا مادر ما با خدا مادر میگم که ما 10 نفر میمون کردیم این بلوک مفخور دیگه هم بیامودم کی نیه و خدا تعدیگی هم خلاص شده بیاردم از اینا من چی نخورم دارم همه کشته و دارم همه میمونم با خدا میرم بشیرم و خدا لعنه نگه که من سر کار نمیره و فهمیدی اینجا به دار من نرفته دیشب یک دنبال بابا بگه برو به پیش مرتکا بشی بابا پیش مرتکا میره پیار بگه برو به پیش سلکا بشی گوشت و دشنه تا صبح بخوردم همه گوشت ها فینی ها و ماسا و دوغا خلاص شده بابا بگم تو بگی لک لندوق بخور سلاته به پیش بمیگذارم اگه من دیگه لینگ به سر کنه هرچه باسه بگه خونه آقا به خیلی میمونم بخورم ما کیل خبر کردی بیدین 10 تا دگم مفخور بلوک مفخور یخن کندی و خستم بیامدم فقط اینا به اوتل میایم چه باش گوشت گریه میکنی؟ چی میگی؟ چه گریه میکنی؟ ما گریه میکنی چرا دیشب چی نخوردم مبارک باشه خوب مبارک باشه دیشب چی خوردم؟ از اون یک لقمه بخوردم که چی مزه میده؟ من نمیده تو شکم تو فرق میکنه نه شکم اون تو بخور فرق میکنه بخورین سرزمین بخی نمیدم من به خاطر یک لقمه گریه نکنی نمیدم هر شو ما میمون دارین کم میایه هر شو ما میمون دارین کم میایه آخه بعد از اینکه یک لقمه تو بخوری باز کاملا میمونا بخور که آبروم پیش میمونا نره میمونایی که بیخبر میاین قناق بخورم تو پس کلمه دیگه نجی بخورین سرزمینو بخی تو پس کلمه بخور هر کی بیخبر میایه گوشتا بر اینجا میته سویی کشیدم تو که میتی چیش گوشنه هستی میتی چیش گوشنه هستی به قصه میمونا نی تو می شکمک مسیر شد دیگه به قصه کسی نیام تو بعد گوشتا سعی میکردن دل میکسره ولنگ میکرد بعد کیچیری ها سعی میکردن دل پلوا ولنگ میکرد ما یک لقمه خالی از ما نخوردم که چی مزه داره من نمیرم وقتی بری وقتی که دیمش نگه نرم ولنگ من نمیرم اونا نبگم چی بگی؟ من نمیرم نمیری؟ نه وقتی بری وقتی سر زمین ها بری نمیرم من سوخت دیشب نمیرم انا من میرم بابا میگم برو که بچهش منجگه به خاطر یک لقمه نون گریه میکنه اینجا شیشته که بیا تو سلت کنه برو سلت کنه به تو تشفیش نمونده شفتیز
میگه با چیکاره اینجا لباس لکته بله با چه گریه میکنی چرا دیشب همه میگم برو پیش خونه منم پیش ننه برم پیش ننه که منم ننه بگم وقت برو اینجا که بعد تو بیزل کن نامرمی نشی ها تابستون برو گوشت دیر کردم این کار خوبیه مثل که نون خوردی بدون دیشه شما ایزنه میکنه لغمه بزنه خونه میبالا میگه تارتاخ گریه میکنی این میمیرم اما واسطه تو گرفتم واسطه خشات تو گرفتم من 40 نفر خبری داشتم زن و مرد بدی که چند نفر آمدین بیخیاله خود چرا می آمدم هر کدوم میگم خود خوبر میدارن کش میکنم میارم خیلی گناه منه میتونی سونا را سر سفره خبر کنم زن زیقی بود آقا مده کی گفته بود من چی خبر دارم اردو برا لالو مده کی گفته بوده خود زنیو اینه من چی خبر دارم کی گفته بوده یا تو گفتی یا برار تو گفته یا که دیگه گفته دیگه هر کدوم الله از خود کله شدین من دیشه چی خوردم من دست خود تقویری میکنم که ساگم میمونا سرشه که میمونا به دل خونه اگه کسی که صاحب خونه خودمون نمیشین نون نمیخوره خود چرا مرامشون همش بیری نونو کم میام و بیاد و کم آمد ابروی سد ما برخ کدگه خود روغن بختم مادر من که بالا بر اینجا 1 کیلو روغن هوا کدم برختم خب برختن چکار میشه؟ خود کم میشد اگه خوردم روغن ها نمیرخن که بخکل کم میام وقت برو سر کار خب وقتی گوش نه چای نخوردی؟ نه من گفتم بلکه شمون نبامون نباشیم هیچی نه وقتی برو سر کار خب چاش بیان نون وقتی بده دیگه اینجا بیامون لبای لکته و گریه میکنم تا سرمه